وقتی که میرین تو صفحه چت جی پی تی بهتون یه پنجره میده. تو اون پنجره بهتون 3 نکته رو یادآوری میکنه. اول اینکه شما میتونین هر سوالی که میخواین از چت جی پی تی بپرسین، باهاش مشورت کنین، ازش کمک بخواین، حتی بخواین که براتون کد بنویسه. اما هیچ وقت اطلاعات شخصیتون رو با چت جی پی تی در میون نذارین. اطلاعات مهمتون، محرمانتون. مثلا اگه میخواین براتون جواب یه تست آزمایشگاهیتون رو بخونه، حتما مطمئن بشین که اسمتون، آدرستون، شماره تلفن یا کلا هر مشخصات سری، محرمانه، شخصی که دارین، قبل از اینکه تست رو براش بفرستین از اون جواب تست پاک کنین. اگه عکس اون قسمت رو ببرین، هر طوری که میتونین مشخصات شخصیتون رو حفظ کنین، حتما این کار رو انجام بدین. بعداً از چت جی پی تی سوالتون رو بپرسین. و اینکه جوابایی که چت جی پی تی بهتون میده 100% ممکنه درست نباشه. ممکنه همش درست باشه، ممکنه همش غلط باشه، ممکنه نصفش درست باشه. به هر حال این وظیفه شماست که جوابایی رو که میگیرین با منابع دیگه چک کنین تا مطمئن شین که جوابی که گرفتین درسته. مثلا اگه درباره بیماری که دارین با چت جی پی تی مشورت میکنه، از چت جی پی تی میخواین که بهتون بگه که راه درمان چیه، علائمش چیه، یا هر سوال دیگه که دارین، به چت جی پی تی به تنهایی اکتفا نکنید. با چند تا منبع درست دیگه حتما جوابا رو چک کنید تا مطمئن شین کاری که انجام میدین در نهایت بهترین کاره و به صلاحتونه.